هنوز صبح بر وقت 22 اپریل سابقه‌دار حزب کمونیست احمد جان یاربایف بخشیده به سالگرد زادروز ولادیمیر ایلیچ لنین با پای مجسمه او گلچنبر گذاشت. همین گونه گلدسته‌ها در کابینت کاری کاتب اولی تشکیلات شهری پنجگان حزب کمونیست سبلیسو قربان نیز زیاد بودند. اینجا بعد مشورت کوتاه کارمندان حزب کمونیست، کمونیستان و جانبداران این جریان سیاسی در جامعه تنتنوی بخشیده به 151 سالگی ولادیمیر ایلیچ لنین شرکت ورزیدند. امروز برای هر یکی ما روزی فراموش نشونده می باشد، چون که 22 اپریل سال 1870 داهی پرولتارهای جهان ولادیمیر لنین به دنیا آمده است. دانستن تاریخ امروز برای ما و خصوصا جوانان خیلی مهم است. این برای شکوفانی آینده کشورمان لازم است. کیست لنین؟ لنین آزادی پرست. لنین انسانی است زنجیر غلامان شکست. لنین انسانی است آدم با سرودی صبح نو شد عزیز و در دل و دیده مردم نشست. ما کمونیستان به ایده های ابدزنده ولادیمیر لنین صادقیم و مهر او را در قلب‌ها تا ابد نگاه می‌داریم. در جامعه به گروه کلان کمونیستان و سابقه‌داران مهنت تحفه تقدیم و چند نفر نورسان به صف پیونیر قبول کردند. شیرخوانی بچه‌ها علاقمند به حزب کمونیست لنین، وطن عزیز تاجیکستان، استقلالیت کشور و غیره به جامعه شکوه و تراوت بیشتر بخشید. چیست استقلالیت؟ پیک و بخت و مژده آزادی است. در وطن سرمنشه آبادی است. محو جوزی غمز تیر شادی است. عشق شیرین دلی فرهادی است. وصف تو وطن مادر، عشق همه خانه، از دیده و دل بهتر امروز سرودانه. چیست استقلالیت؟ دیده و دل را زیجان بخشیدنی است. بر یتیم متکا بخشیدنی است. بینوا را موا بخشیدنی است. ابتدا را ابتدا بخشیدنی است. سپس چند نفر از سابقه‌داران حزب کمونیست برآمد کرده با شکرگزاری از صاحب استقلالی کشور اندیشه بیان داشته. گفتند که غمخوارهایی که دوران حزب کمونیست نسبت مردم راه اندازی می‌شدند امروز بیشتری بهتر از آن به نظر می‌رسد و این البته نتیجه سیاست دوراندیشانه پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان میباشد. در جوامع یک نفر به حزب کمونیست قبول کرده، چند نفر کمونیستان با زادروزشان شادباش گفته شدند. همینطور 151 سالگی زادروز اساسگذار دولت سوویتی ولادیمیر ایلیچ لنین با اقدام تشکیلات شهری پنجگانی حزب کمونیست خاکسارانه ولی صمیمی تجدید کرده. آن بار دیگر دلیل به آن فکر بود که شخصیت تاریخی هیچگاه و هیچ وقت فراموش نخواهند شد.